بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد، با گذشت اینک قریب یک ماه از ربودن و کشته شدن معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمت اللهیف، مقامات تا حال جسد او را پیدا نکردند. مکان بود و باش سرکرده آدم ربایان دلشاد سید مرادوف ملقب به دلشاد اسبه یا دلشاد کراسافچک نیز تا حال مشخص نشده است. منابع بامداد میگویند جستجوی جسد اسمت اللهیف از مرکز ناحیه عینی تا مرز ازبکستان، قد ساحل دریای زرافشان و هم قد دریای ورزاب، از نقب استقلال تا درون شهر دوشنبه ادامه دارد، ولی تا حال نتیجه نداده است. مقامات و نزدیکان بانکدار معروف در قد دریای زرافشان با وعده جایزه بزرگ لولیان یا جوگه های ساکنان پنجکند را که همچون دریاگرد در حوزه زرافشان نام برآوردند نیز به جستجوی شورت اسمت اللهیف جلب کردند. معمولا اکثر جسدها را در زرافشان همین لولی ها پیدا می کنند و از آبهای پرخروش این دریا بیرون می کشند. کجا بودن سرکرده آدم ربایان دلشاد کراسافچک و چند شریک او که نیز توانستند از تاجیکستان فرار کنند تا به حال نامعلوم باقی میماند. رستم اشورف در آخرین زنگ تلفنی به مادرش از فرودگاه کشنیوف بعد کشتن دو افسر مالدوان و پیش از بازداشت خودش اعتراف کرده بود که اسمت اللهیف را دلشاد سید مرادوف شکنجه داده کشت و او مرده‌اش را برده به دریا پرتافت. بنا به اطلاع منابع پایگاه خبری بامداد، دلشاد کراسافچک را در فرودگاه مسکو همسبقان دانشگاهیش پیشواز گرفته به یک پایگاه شرکت خصوصی چویکا واگنر به سرزمین‌های اشغال شده اوکراین فرستادند و احتمال می‌رود که دلشاد کراسافچک بعداً از اوکراین به یگان پایگاه دیگر واگنر برای مثال به بلاروس و یا یگان کشور افریقایی انتقال داده می شود.